سلام بچه‌ها، چطوری؟ خیلی خوش اومدین به این ویدیو. من محمد هستم و بعد از این همه مدت اول از همگی عذرخواهی به همه شما بدهکارم. والا بچه‌ها بهتون نشون داده بودم که دیوایسم مشکل داشت و آیپد رو فروخته بودم و حالا موتور گرفتم و اونم رفتش. یه مدت دیوایس خوب نداشتم، بخاطر اون نتونستم ویدیو بذارم، واقعا ببخشید. ولی الان اومدم توی این ویدیو بهتون نشون بدم دیوایس جدیدی که گرفتم چه FPS میده و تجربه خودم رو بعد از استفاده 5 ماهه پوکو X7 پرو نسخه 512 گیگ و رم 12 گیگ رو بگم و اینکه امیدوارم از این ویدیو خیلی خوشتون بیاد. عشق منید، دمتون گرم. والا نمیدونم دیگه چی بگم. بریم سراغ ویدیو. توی ویدیو کامل باهاتون حرف میزنم درباره پایدار بودن این گوشی چقدر ارزش خرید داره یا نه، و واقعا الان قیمتش خیلی رفته بالا. البته اینو بهتون بگم، قبلش قیمتش موقعی که من گرفتم حدوداً 33 تومن 34 تومن بود. الان اگر اشتباه نکنم توی دیجیکالا 46 تومن 47 تومن شده و توی بعضی از سایت‌ها تا 57 تومن هم رفته که واقعا دیگه خیلی بدجور قیمتش ترکونده. ببخشید دیگه، بالاخره توی ایران زندگی می‌کنیم، همینه دیگه، هیچ چیزی قیمتش پایدار نیست. بریم سراغ ویدیو. آقا فقط ویدیو رو تا آخر با دقت نگاه کنید چون خیلی نکات مهمی رو میخوام تو این ویدیو بهتون بگم. خب بچه‌ها ببینین، اولین نکته این بودش که من قبل از این گوشی خب آیپد داشتم. اوکی، شما یادتونه دیگه، آیپد داشتم. آیپد پرو 2018 بود، خوب بود، بد نبود واقعیتش رو بگم، ولی شارژ خیلی سریع تموم میکرد. یعنی با اینکه باتری سلامتش رو 94 اینا بود، ولی فکر کنم 1 ساعت و 20 دقیقه اینا بیشتر نمیرفت، تموم میکرد. البته اسکرین رکوردم زیاد میگرفتم. خب بچه حالا اینجا رو ببینید، این گرافیکیه که گوشی X7 پرو بهتون میده. گرافیک مکس، فریم ریت مکس، یعنی همون 60 فریم. و اگر شما بخواید بدین رو مدیوم یا گرافیک لوو، میتونه به شما 120 FPS رو بده. و اینجا رو نشون دادم من، یعنی من تمام این تنظیمات گرافیک رو میتونین راحت روشن کنین دیگه. خب این از تنظیمات گرافیکشه. بچه‌ها ببینید، من از قبل میخواستم یه مدتی پوکو X6 پرو بگیرم، خب چون خیلی مثلا تبلیغش رو شنیده بودم و حالا خیلی گفته بودم واقعا قوی و همینطور هم هست، یه گوشی خیلی قویه. ولی من یکی از فامیلمون پوکو X6 پرو گرفته بود، همون 512 و 12. واسه من هم همین حافظه هستش، همین X7. بعد اونو من گرفتم بهش گفتم که خب اینو یه ساعت بده دست من میخوام توش کلاس نصب کنم، حالا ببینم چه FPS میده و واقعا اونطوری که من میخوام هستش یا نه. چون اما مدتی که آجا دستم همون X Max فیسبوک شده ویدیویی که گذاشتم شده، ولی واقعا بچه‌ها اون گوشه یه مسیس خاص داشت. یعنی جوری که بعضی جا من میرفتم توی بازی معمولی همون رنگ بهم میگفتن مثلا تو DNS داری یا چیزی داری یا نه، چون واقعا بچه‌ها یه مسیس خیلی قفلی خوب داشت که بهتون الان میگم. این پوکو X7 میشه گفت 3 برابر اون ایمسیس داره، یعنی ایمسیسش برابر با آیپد بود که من داشتم. حتی گاهی اوقات بعضی جا از اون ایمسیس بهتری رو به من میگه. و حالا بذارین از بحث اون X6 جدا نشه. بعد بچه من اون X6 رو گرفتم، باش پلی دادم. گوشی داداشم پوکو F3 بود. F3 هم گرفتم، دیدم بچه شاید باورتون نشه، پوکو F3 90 FPS بود، پوکو X6 پرو 120 FPS. انگار ببین مادر جنده، تو ننت جنده مدیک نمیزدی کیرم هم نمیتونی فرنگیت روونتر داره. این چیزی که من داشتم حس میکردم، من نمیدونم شاید اون سنسه روی X6 پرو درست نبوده دیگه، هرچی بود من اینو حس میکردم، یعنی تیزتر بود. نمیدونم چرا اینجوری بود دیگه، به خدا به خاطر همین دلمو زد. بعد اون فامیل ما فقط پابجی پلی میداد، پابجی پلی بود. بعد به من گفت محمد اینو نگیر، اصلا نمیارزه، اینو خیلی داغ میکنه. گفتم مگه میشه؟ گواره تازه داخل پابجی هم 120 FPS. من هنگ کردم، مگه میشه؟ اصلا چیپسش انقدر قویه؟ چیپست آیپد من از اون ضعیف‌تره توی مثلا مشخصات رو کاغذ، ولی داره 120 FPS رو میده توی پابجی و بالا. چجوری که مثلا پوکو X6 پرو نمیتونه توی پابجی 120 FPS رو بده؟ یعنی ضعیفه اونجوری که باید، یعنی قوی نیستش. خلاصش رو بگم، این نظر من دیگه. به من نشون داد و اینا. خلاصش بگم بچه‌ها، دیدم آره این داغ میکنه، بعد جور لگ میگیره، خیلی سریع داغ میکنه. یعنی که با اینکه 90 FPS بعد این پسر اصلا نه ریکورد میگیره نه چیزی. من ازش گرفتم رفتم یه دست کاستوم روم، اصلا اونی که من میخواستم نبود، خدا رو شکر نگرفت. یعنی اگه مثلا ما یه کاستوم روم مثل این کاستوم رومی که الان پریدیم، اگه اشتباه نکنم همون اول 80-90 نفر بودن. بچه‌ها اگه من چنین کاستوم رومی میخواستم پلی بدم،
یا همون آیپد پرو جوری لگ میگرفت، فریز میکرد، یعنی دهن ما رو سرویس کرده بود دیگه، اینجوری شده بود. ولی همینطوری که این پوکو ایکس 7 چند تا نکته مثبت داشت، من نکات منفی هم ازش دیدم که البته با بروز رسانیش خوب شد. اولین نکته مثبت بده، نکات مثبت رو نکات مثبتش بچه این بودش که اولین چیزی که این گوشی چشم منو گرفت چیپستشه. یعنی بچه ها چیپستش یه چیپست خیلی خوبه، مدیاتک دایمنسیتی 8400 اولترا. بعد من تونستم با برنامه آنتوتو بنچمارک اگه اشتباه نکنم 1,880,000 امتیاز بگیرم. نه فن بهش وصل بود نه چیزی، همینجوری الکی داشتم راه میرفتم، سر کار بودم، گوشی قابم بهش وصل بود و همینجوری گفتم باشه بگیرم ببینم چه امتیازی بگیرم و واقعا امتیاز خیلی خوبی ازش گرفتم دیگه. این نکته مثبتش بود که چیپستش خیلی قویه و این نسخه‌ای که دست منه بچه‌ها 512 رم 12 هستش. نکته مثبت دیگه‌اش بچه‌ها اینه که گوشی 5Gش واقعیه، یعنی نسبت به پوکو اس3 که من داشتم پینگی که به من میداد و این یه خورده پینگش پایین‌تره، یه کوچولو. یعنی مثلا معمولا من توی رنک پلی میدم که موجود که فرقی نداره یا دوئل هر کدوم، پینگ من بیشتر وقت زیر 50 سویچ میشه. خب و این الان این دستی که شما دارید میبینید خب کاستوم روم بچه‌ها، کاستوم روم همه پینگشون بالای 70 80 90 دیگه. به تلفن بعضیا دیگه خیلی پینگشون میاد پایین رو 60 میاد. خب ولی اینجا پینگ رو دقت کنید گاهی اوقات داره میاد زیر 50 سویچ کنه میره بالا. ولی این در صورتی که شما دارین کاستوم پلی میدید. حتما من میگم این خلاصه پینگشو واقعا عوض شده. این کتابات اذیت خاص نگردانه. ولی الان بذارین این چیزی رو بگم خیلی مهمه، اینه که بچه حتما بهش باید یه دونه فن خوب بزنید. یعنی شما اگه مثلا این گوشی میگی فن 1 تومانی 2 تومانی بهش وصل کنی، من یه دونه فن داشتم قبلا گرفتم از این نیست که یخ میکنه فقط باد میده، ولی خب خوبه چون گوشی کوچولو داغ میکنه. و اگه شما بخواید ریکورد بگیری، خب مثلا مثل من بخواید به کوب ریکورد بگیرین 300-400 پلی بدین، مثلا 200 پلی بدین ریکورد بگیرین و اگر به کوب داخل کاستوم روم باشین گوشی داغ میکنه، FPS واقعا میاد پایین. این چیزی که من تجربه کردم. اینجوری نمیاد که خیلی اذیتتون میکنه ولی افت FPS داره، یعنی 120 نیست، مثلا روی 90 تا 80 هم میاد چون گوشی داغ نداره، گرافیک مدیوم فریم ریت 120. ولی اگه بزنین روی لو خب خیلی دیرتر داغ میکنه، کمتر اذیت میکنه. مگر اینکه روی مدیوم بزنید یه دونه فن خوب داشته باشید. و همین بود این نکته منفی رو که من از این گرفتم. و نکته منفی بعدیش این بودش که نمیدونم به خاطر این بابا من میان اینا الان چه کوی فکر کردم 400 خورده من فقط پر کردم و الان که دارم ویدیو ضبط میکنم تا 200 ببینین یه گهگاهی بعضی جا افت FPS داشت، خب به خصوص توی کاستوم روم، ولی اونجوری نبود یهو مثلا 2-3 ثانیه FPSش انگار میومد روی 90 ولی دوباره سری میرفت بالا. و موقع اینجوری میشد معمولا که من بهش فن وصل نکرده بودم یا اینکه مثلا یه جای نشسته بودم فن بود بهش، فن وصل بود بهش ولی داشت گوشی رو بیشتر داغ می‌کرد، یعنی گرما میزد به جای سرمایه گوشی. این نکته منفی دیگه‌اش بود من گفتم بهتون گفته باشم. ولی به نظر من واقعا قدرتمنده بچه‌ها، خیلی و درست الان قیمتش خب رفته بالا ولی توی این رنج قیمتی شما نگاه کنین اصلا چنین گوشی نداریم ما. خب چون چیپست این گوشی خیلی قویه. بعد تازگی که دیگه واسه این گوشی آیپر اس نسل همون نسخه 3 اومده که من آپدیتش کردم و این گیم پلی موقعی گرفته بودم که آیپر اس نسل 2 بودش. اگه بخوام درباره ریجستر تیر و حالا ایم اسیستش بهتون بگم، یک کلام بگم کم نظیره. خب چون بی‌نظیر نیست بچه‌ها. توی این گوشی هم ما الان آیفونایی داریم مثل آیفون همون مثلا مثل آیفون 12 پرو مکس. خب یا اگر بخوایم دوباره شیائومی ها رو بگیم، بعضی از شیائومی هم هستن مثل این ایم اسیست خیلی قوی دارن. X6 پرو اینجوری نبود نمیدونم چرا، ولی این توی یه تنظیماتی داره البته تا شیائومی، ولی بازم به جز اون تنظیمات یه ایم اسیست خاص داره. خب چیزی که توی آیپد ما میبینیم، من توی آیپد فقط تونستم اونو ببینم. چیه مثلا شما فرض کنین تیر رو میگیرین خودش انگار خودکار ایم اسیست جداگونه داره و بهتر قلف میکنه، بهتر ریجستر میشه و چون که پینگتون پایینه واقعا خیلی حال میکنه آدم. حالا بچه اگه میبینید سطح بازی واقعا پایینه بچه به این دلیله که من خیلی کم پلی میدم، یعنی
توی این 5 ماه من اصلا حوصله خودم هم نداشتم به خدا اینو بگم. خب یعنی حالا یه اتفاقی افتاده بود نمیتونستم دیگه درست پلی بدم. شاید یه موقعی میشد به خدا 2 ماه میشد من یه دست پلی نمیدادم، اینو خدا خودش میدونه. خب یعنی گفتم اینا رو بهتون گفته باشم دیگه بچه‌ها. ولی حالا بچه‌ها ببینیم این دسته خب اگه اشتباه نکنید کلا دیگه رنگه. ببینید این FPS که به من میداد واقعا FPS خیلی خوبی میداد توی رنگ و رجستر تیرش بی‌نظیره. الان پینگ بچه‌ها شما ببینید رو 40 قفله، ببینید 40 خورده ای میره یه موقع رو 50 دوباره ولی میاد زیر 40. خب 47 46 45 و واقعا اینو شما حس می‌کنید. ببینید بعد یه ایم اسیست خیلی خاص داره. اینو گفتم دیگه بهتون بگم بچه‌ها اگه بخواید این ویدیو ببینید به نظر من واقعا ارزش داره. چون که بچه خودتون میدونیم دیگه بابا ما تو ایران داریم زندگی میکنیم. خب یعنی ما هر کاری کنیم اینجا ما کارش قیمت چی نداریم، هفتش قیمت داریم همیشه. پس هر چیزی به نظر من این گوشه ما به خاطر خودمون میگم. خب من الان یکی شاید بیاد بگه نه بعد نمیدونم آره نظر تا هست. ببینین اگه مثلا یه پوشی خوب میاد نظر من اینه این خوبه برین سری بخرین، نذارین دیر بشه. کاری بود که من کردم. خب یعنی من دیدم مثلا 33 تومن اول اومد فکر کنم 30 تومن بود 31 تومن بود نمیدونم همچین قیمتا بود. بعد من گذاشتم قیمتش بره پایین. 2-3 روز گذشتم داره میره بالا، یه هفته گذشت دیدم داره میره بالاتر، گفتم آقا این نمیره پایین. مثل X6 پرو نمیره پایین. X6 پرو اول مثلا اگه اشتباه نکنم 16 و 517 تومن بود، الان توی دیجیکالا توی بعضی از سایت‌ها تا 45-6 تومن هم هست. اینم همینطور میره بالا. سریع اینو سفارش دادم و گرفتمش و به نظر من واقعا شما رو راضی میکنه. چون یکی اینکه حافظه‌اش خیلی بالاه، حافظه بالا بچه واسه ما گیمرها خیلی مهمه چون می‌خواد ببینیم به خصوص واسه کاتگوری کدیه و نکته که از همش مهمتره FPS 120 واسه شما مثل کره میده بدون هیچ لگ و باگی واقعا، چه تو پابجی چه توی کالا. پابجی هم 120 FPS داره. خب این نکته خیلی مثبتیه چون بعضی از گوشی‌ها فقط کالا 120 FPS دارن ولی چون پابجی خود حالا میشه گفت از نظر اونها گرافیکش بالاتره 90 FPS رو داره، ولی نظر من نیست که گرافیک پابجی بالاتره چون پابجی بینه نشدن واسه بعضی از چیپست ها دیگه به خاطر همون دیگه. آره حاجی بچه‌ها اینو بگینین. حاجی بچه‌ها چند تا وقتی اینجوری گفتم اینو نظر من اینه که واقعا ارزشش رو داشت، من ازش راضیم. حالا امیدوارم همه بگیرن، این که چیزی نیست، بهترین ها رو بهترین آیپدها رو و آره و اینکه بچه‌ها الان واقعا گیجم. یه سره میگم و یا اینکه یه سره این حرفا رو زیاد میزنم چون واقعا گیج شدم. یه مدت نبودم الان دقیق نمیدونم چی بگم. دیگه آخر ویدیو رسیدیم. امیدوارم از این ویدیو لذت کامل رو برده باشین. خیلی دوستتون دارم، دمتون گرم که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردین و عشق منید. از این سعی میکنم ویدیو زودتر و بیشتر بذارم به شرط اینکه بچه‌ها شما یه حمایت کوچیک بکنید هوای ما رو داشته باشین چون بچه‌ها خیلی تاثیر داره. یه لایک و کامنت شما میتونه به ما انرژی بده یا انرژی رو بگیره. دیگه من اینجوریم. امیدوارم خلاصه لذت برده باشین. دمتون گرم. خدا نگهدار.